گذاشتیم و شما هم بازی کاملا جنگنده از خودتون نشون دادید و با وجود مسئولیت و توی همون برآورد ابتدایی به بازی ادامه دادید و خیلی هم جنگنده. نظرتون راجع به بازی می‌فرمایید و اینکه مسئولیت چطور شد، چی شد، یه توضیح بفرمایید. بازی که واسمون واقعا بازی مرگ و زندگی بود. از اول هم روز اولی که شامل شروع کردیم برای این هفته با بچه‌ها همدل شده بودیم که هر جور شده ما باید این بازی رو ببریم و واقعا اگه نمی‌بردیم پیش این تماشاچی از طرفینده بودیم. من خودم به شخص سرم پیش این تماشاچی‌ها باید می‌اومد و خدا رو شکر خدا بهمون کمک کرد با تلاش بچه‌ها تونستیم بازی رو ببریم و دل یک شهر رو شاد کنیم. فقط این برای من خیلی خوشحال‌کننده است که این شهر رو تونستیم شاد کنیم. در مورد مسئولیت هم شرایط بازی پیش میاد قریبینت بزنیم این بالای ابرو گرفت سرش چیز خاصی هم نیستن به طور دیگه اوکی بشه. جناب طالبی، وضعیت تیم رو حالا جدا از بحث فنی از سایر جهات چطور می‌بینید؟ آیا چون خبرهای جالبی در حال نمی‌شنویم از درون تیم اتفاقا بعد بازی فنی که اتفاقات افتاده بود ولی خب داستان تیم ما اینجوری نیست که سریع بخوایم بین کنیم. حالا 9 ماه این تیم داره با هم دیگه کار می‌کنه و واقعا مثل یه خانواده. یعنی من به جرئت می‌تونم بگم کمتر تیمی بودن که بچه‌ها اینقدر با هم دیگه دوستن، با هم دیگه رفیقن. یکی از دلایلی که این تیم ما داره نتیجه میگیره الان اومدیم بالا همین رفاقت بچه‌ها، یه دلی بچه‌ها. اگه شما ببینید رو نیمکت ما رو موقعی که ما گل می‌زنیم تمام بچه‌ها با خوشحالی میان نزدیک زمین همدیگه رو بغل میکنن. مطمئن باشید هیچ اتفاقی نیفتاده تو تیم. خب تو خانواده معمولا بین دو داداش هم احتمال داره مشکلی پیش بیاد ولی خب مثل دو داداش هم یک موقع اگه چی میگن گوش همدیگه رو بخورن استخوان همدیگه رو که دور نمیندازن. همه با هم اوکی. مطمئن باشیم برای هفته‌های دیگه هم همینجوری با جوزه بازی میکنیم و سعی میکنیم که با برد از بازی‌ها رو پشت سر طالبی عزیز همونطور که آقای اصغرزاده اشاره کردن امروز توی پست جدید بازی کردیم که پست تقریبا فکر غیر تخصصی شما بود. نظرتون راجع به این پست و بازی کردن در این؟ من غیر تخصصی که بله میشه با غیر تخصصی ولی دورانی که فجر بودم کلا آقای مرغوبینا من دفاع راست استفاده میکردم و اون شرایط رو داشتم برای دفاع راست بازی کردن. حالا بنا به دلایلی نمیشد. یه زمانی مثلا وسط ما کم داشتیم مجبور بودم وسط استفاده کنم ولی خب خدا رو شکر الان وسط اون بچه‌ها همه بودن و احساس کرد که سمت راست میتونه از من استفاده کنه. من اون پست استفاده کردم و خدا رو شکر به نظرم راضی بودم کادر از من. امیدوارم که همین روند ادامه پیدا بکنه. یعنی امکان وجود داره که در بازی آینده شما رو همچنان در مثل دفاع راست نظرتون راجع به این هوادارا که همچنان بازم خوشحال هستن؟ با خوشحالی اونا ما خوشحالیم. اونا ناراحت باشن ما مطمئنا ناراحتیم. الان اونا یک هفته همینجوری خوشحالن تا بازی که شروعی که داریم و مطمئنا ما هم همینجوری لذت میبریم از خوشحالی اونا. امیدوارم که تمام بازی همین اتفاق بیفته و همه بچه‌ها رو ما خوشحال ببینیم.